بسم الله الرحمن الرحیم. هر وقتی که مست به خانه می آید ما اهل خانواده را بسیار ناراحت می سازد. مادر بیچاره هم با همراهی اپا و خواهرهایم به خانه همسایه ها می گریزند. من خرد بودم می گریختم. حالا شکر خدا که در کرسی سیوم می خوانم و چندین مراتبه است که نمی گریزم و پدرم باشد به من کشتل به کشتل می شود و حتی می زند مرا. من باشم خاطر پدر بودنش تنها دستهایش می قپم. حتی من را مثل بیگانه ها دشنام های قبیح کرده است. چندین بار قصد به سود دادن کردم لیکن از خدا ترسیدم و صبر را پیشه خود کردم. طی 3 هفته می شود که با من گپ نمی زند، چون که من در وقت مستیش از گلوی من می جکید. من دست او را می گزیدم. من چیکار کنم ای پیشوای ما؟ در همین جمعه التماس جواب گویید و در حق این پدر ما یک دعای کنید که خدای مهربان او را از نوشیدن خمر پرهیز کند. خداوند این پدری که خیلی راه نادرست و راه غلط برای خود اختیار کرده است، خدایا از این راه زلالت و از این راه نادرست این بنده خدا پروردگارا پس بگردانی و در راه خوب و در راه درست پروردگارا هدایت فرمای. آمین یا رب العالمین. برادر عزیز، این قهریه که پدر با تو کرده است یگان زلالی در جان تو ندارد. زیر قهرگی پدر به خاطر اسلام نیست، به خاطر بهبودی تو نیست، بلکه در این حالتهایی که پدر قرار دارد که نه مادر و نه اپا و نه خواهر قرار دارد و شما که برای محافظت خودتان، برای محافظت مادر و اپاهای خود دست او را می دارین و گوییم دست او را می گزین، شما در پیشگاه خدا هیچ گناهی ندارین. خوب می شود که البته اگر قوت هم داشته باشی ویا برده در همون جایگاه خوابش کن. اگه خداوند ویا به همین راهی بد برده است. این خداوند نمی برد. خداوند در عرق نوشی او راضی نیست. بسیاری انسان ها می گویند اگه خدا خواسته است همچنان بده است. باز کدام وقتی که خدا خواهد؟ خدا در کار بد ما هیچ وقت راضی نیست برادر عزیز. خداوند در کار بد بنده راضی نیست. این عقیده میگوید. اینه کمتر این مشکل است برای فهمیش شما ده. فقط این قدر فهمین که خداوند وقتی بنده را خلق میکند میداند که وی عرق نوش میشود یا وی عابد و خدا ترس میشود. این شخص خدا میداند، لیکن وی مجبور نمیگرداند که تو عرق بنوش یا تو زنا کن یا راه نادرست رو. خدا وی مجبور نمیکند. مقصد وی اختیار دارد کدام راهی را که اگر برای خود اختیار کند. وی خدا عقل داده است. این راه غلط اختیار خود همون بنده هست. خداوند باید از این راهی بعد پس گرداند. و دادر عزیز کوشش کن قوت رسیده باشد یا یگان همسایه های باشند او را برده در همون جایگاه خوابش کنید و یک چاره ببینید. یگان چاره که مثال دائم اگر همچنان رفتار کردن گیرد البته خانه شما خراب می شود، تربیه از اون اولاد شما بیرون می شود. حتی لازم باشد همین ارگان های داخلی در تلفن کنید برای نمو ویتریزی تل خوابش کنند، ثواب بگیرید. بسیار ثواب کلان دارد. خبر کنید برای اونا هم حاضر آدم در کار است. اونجا هم فکر میکن خیلی خالی ماندگی است. رود یک شب 2 شب خواب کند شاید که اسلامی شود. زیرا که وقتی شما اگر پیش او را میگیرید اینقدر دشنام، اینقدر به آبروگی در بین همسایه ها می شود، خیلی آدم ناراحت می شود. او را زیبش همون ویتریزی تل است دادر عزیز. او ویتریزی تل میگن چیزی میگن من یادم نمون. همون هوشیارخانه تلفن کنیم برامش بسیار ثواب میگیریم. لیکن به هر حال پدر است. شما حق دشنام دادن، حق کشتلی و یک کشیدن، حق او را گویم یگان خار کردن ندارین دادر عزیز. به هر حال خدا و یا پدر کرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا طهارت نکنیم و تنها استنجا کنیم می شود؟ برای آن که قوه برق نداریم.
و آبی گرم هم نیست. آیا با اشاره نماز را خواندن ممکن است؟ چون که من در کار یا در یگان جای دیگر یا در راه باشم یا در وقت نماز دیگر نزدیک باشد، من نماز را با اشاره میخوانم. التماس با این سوال های من جواب گردانید. با اشاره نماز خواندن فقط در حالت های می شود که آدم در قطاره در پای سوار باشد، در سمالیات سوار باشد، در اتوبوس های کلانی که اونها را امکانیت منع کردن نیست، خب یا در ماشین های حتی همین راه هم که سوار باشین و مقصد شما را همون راننده یا اطرافی ها سخن شما را گوش ناندازند و شما اهمیت ندهند، انا همون جای نشستگی تونده به اشاره نماز خوانین درست است. لیکن در حالتی که اگر راننده سخنی تو را قبول داشته باشد یا تو قوه از ماشین فرآمدن یا از همون اداره کار میکنی بیرون برآمدن علاجش باشد، تو را به اشاره نماز خواندن درست نیست. اگر خوانی هم نماز نیست. اشاره زمان میشه که فقط همین ضرورت هایی که گفتم، یا شما بیمار هستین در خانه، بیمار هستین که قوه رکوع و سجده نداری، این حالت هم شما در حالت نشسته اشاره قطعی با اشاره سر نماز خوانین درست میشه. و آب گرم نبودن ده استنجا کنیم، نه استنجا نه به آب گرم کار دارد نه به آب خنک. استنجا مقصد وقتی که انسان اول ما و شما ابتدا از شستن همون قسم پایان ها میکنیم، این شستنش آداب است. اگر شوین خوب، اگر نشوین هم با که ندارد گناهگار نمیشوید. فقط پاکیزه کنید. مرحمت شما کتاب استنجا دارد، باب استنجا کتاب مختصر، تمام کتاب های دیگر فتواها هم خدا را شکر در همه کتاب هست. اینجا خبرش آمد است که و غسله ادبون یا آدابون. مقصد وقتی آدم از حاجت خانه بیرون می شود، خودش اگر خوب پاک سازد، چه با خلوق باشد چه با این بومگاه هایی که هستن، بعد این شستن است دیگر برای شما آداب است. خواهی شوی نخواهی گناهگار نمیشوید. و دیگر باقی مانده های اعضاتون، دستها و روی های پای هاتون مرحمت شستن کنید. باز امروز که اگر این شرایطی وزینه که در شما آبی خنک هست و آبی گرم نیست، کلا برای شما درست است که ترک سازید. زیرا وای باز سبب پیدا کردن بیماری شما میشه. و در دین اسلام حرج نیست، مشکلات نیست. اینا خوب فهمین این مسئله را. باز مثل همون مسئله ای که حاجی میرزا گفته است که اگر بادت برایت طهارت هم نکنی میشود، شما این خیال نگویین. الاستنجاء من کل حدث غیر نوم و ریح، این باره مختصر است. استنجا یعنی شستن همون قسم پایان غیر خواب و غیر باد است. ببین اگر انسان بادش برآید یا خوابش برد، اگر صاحب طهارت بود، بعد از آن وقتی که خواهد که مثال باز نماز خواند، فقط طهارت دست رو کند، مثلا پایهاش هم میشود، دستش هم میشود، رویش هم میشود و فقط همون قسم پایان دیگر نمیشود بعد باد برآمدن یا بعد خواب. خب میلش کسی را که دلش قرار نمیگیره، مثلا شستن را بسیار ذوق دارد، شستن گیرد، لیکن کسی نمیخواهد هم ترک سازد، گناهگار نمیشود. السلام علیکم بابای حاجی میرزا. بعد از سلام آنکه خداوند به شما عمری دراز و تنی صحت دهد. بابای حاجی، من اگر خدا خواهد یا در همین ماه یا در ماه ینور به دولت روسیه به کار میروم، نیت دارم که 5 ماه روم. از شما همین را پرسیدم که من نمازهایم را قصر خواهم که پره. با احترام یک مخلص درینه شما. وقتی شما از اینجا هر جایی که نباشد نیت سفر دارین، تا 15 روز نیتی شما به هر جایی که باشد، مقصد از 90 کیلومتر بالاتر، شما چیکار کرده میتونید؟ شما قصر میخوانید. نیتون تا 15 روز باشد. مثلا من دوشنبه میروم 3 روز میستم یا 5 روز یا 1 هفته. راه هم قصر است، دوشنبه هم قصر است.
لیکن وقتی نیتی تو اگر در دوشنبه 1 ماه باشد یا در روسیه 1 ماه باشد، یعنی از 15 روز بالا راه در قصر خوانده میروی نماز، همون مکانی که نیت کرده 1 ماه میستم اونجا که رسیدی پره نمازات خوانده میشود، پره خوانده میشود. پره خوانده میشود. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، ما یک گروه جوانان از یکی مسجدهای شهر کولا میخواهم که فهمم که شما نسبت مولوی جلال الدین رومی چی میگویید؟ آیا کتابی او را خوانیم یا نه؟ زیرا یک گروه جوانان میگویند که او را نخوانید که گمراه میشوید. آیا این درست است؟ آنها همراه خود صحیح بخاری داشتند. من نسبت جلال الدین رومی راستی بار بسیار زبان من در وصف حضرت مولوی جلال الدین رومی ناقص است، لال است. ما نسبت جلال الدین رومی بسیار یک حرمت بلند داریم، بسیار حرمت بلند داریم. محل صحیح بخاری هم که داشته باشند، در صحیح بخاری نآمده است که شما جلال الدین رومی را نخوانید. صحیح بخاری در اینجا چی؟ صحیح بخاری همون را تماشا کن، به حرف نمی کریلیکی نویسانده است، او در عمرش عربیش خوانده نمیتونه. بگی صحیح بخاریش کشاده کنالی، صحیح بخاریش بگیره، صحیح بخاری عربیش بگو مرحمت بخوان، خواندش نمیتونه. صحیح بخاری با فتح الباری بخوان، با فیض الباری با شرحش بخوان، انا مرحمت فهمیش بیدار بشه. خیلی در تای کش ما صحیح بخاری و گشتم بگیره، ما هر کس مرحمت نگاه که حدیثه به این نمیشه. برادر عزیز، این قدر بها دادن ممکن نیست. و در جلال الدین رومی در یگان حدیث صحیح بخاری ندیدم که گفته باشد که نخوانیمش. برای شما خوب میشد که مقصد آن برای چی وی گمراه میکند؟ چرا شما را مثنوی خواندن گمراه میکند؟ چی سبب است؟ شما دلیل های وی هم میگرفتین، خوب میشد. من اینجا برای شما تحلیل میکردم که مثنوی برای شما چی گمراهی میارد. خوب میشد. شما خوب میشد که میگفتین برادر عزیز همین صحیح بخاری را باب حرمات المسلمین و حقوقهم، حرمت مسلمان و حقوقهای مسلمان، باب سطر عیب مسلمان بیاب از صحیح بخاری میافتیم، بسیار خوب میشد. اونجا حبیب خدا گفتن هر کسی که اگر عیب یک برادر مسلمانش سطر میکند ستره الله یوم القیامه، خدا عیب او را سطر میکند. اگر جلال الدین رومی را که من عیبش نمیدانم، نقصش نمیدانم، من کمبود او را گرفتن نمیتوانم، لیکن اگر کمبودم داشته باشد، نقصم داشته باشد، حبیب خدا میگوید شما عیب یک برادر مسلمان تو را پوشیده نگه دارید. صحیح بخاری دا میگوید، صحیح بخاری است که میگوید کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. صحیح بخاری میگوید هر مسلمان بالای مسلمان چی است؟ حرام است. چی؟ مال او، خون او، آبروی او. صحیح بخاری میگوید بحسب امرئ ان یحقر اخاه المسلم، از روی گناه برای شما این قدر بس است. پیغمبر خدا میگه که شما تحقیر یک برادر مسلمان کنید. این صحیح بخاری ما را این خیلی میگه. به این خاطر برادرای عزیز شما مثنوی را خوانید، جلال الدین رومی را همچون یک بنده خدا، همچون یک دوست خدا احترام کنید. خود حضرت مولوی چی میگوید؟ چو بشنوی سخن از اهل دل مگو که این خطاست. ببین، چو بشنوی سخن از اهل دل مگو این که خطاست. سخن شناس نی، خطا اینجاست.
وقتی شما میگوید از اهل دیل، از دوستای خدا را جمله هاشا میخوانین، نگوین که وی خطا کرده است. سخنشناس نهی، خطا اینجاست، تو سخنشناس نیستی. خطایی در اینجا هست که تو سخن نمیشناسی. جلال الدین رومی چی میگوید تو نمیدانی. گر شود بیشک قلم دریا مدید، مثنوی را نیست پایان پدید. خدا رحمتشون کنه. ببین، گر شود بیشک قلم دریا مدید. حضرت جلال الدین رومی میگوید بنده خدا، من شما را اینقدر گفتنی هستم که اگر تمام جنگل های دولت روسیه را، تمام جنگل هایی که در روی دنیا است، اگر استاها برده قلم ساز کنند، تمام دریاهایی که در روی دنیا رنگ شوند برای این قلم، مثنوی را نیست پایان پدید. شرح مثنوی را اینها بود کردن نمیتونند. کجا ما اطراف جلال الدین رومی تحقیر کنیم؟ حیران میشه ای باور کنیم در همین بدبینی بعد از برادرها حیران میشوی که آدم با بدبینی بدش نمیبینه و هر جایی که دوستای خدا کمبودی وی میکاود. این چی گپ است آخر؟ همین اختلاف نیست میکنه، همین خودش پراکندگی نیست. همون انسان هایی که باور که دادری عزیز همین سخن گفتن، یک ورقش دقتی یک 10 قلم تا سحر اگر یک نظم ایجاد کند، قسم به خدا ما نام نمیگردانیم. ندارد قوت یک ورق کتاب نویساندن. چی در تو تحقیر اینها؟ یک برادر دیگه میگوید که وقتی از من یک کس سوال کرد، من گفتم که در مختصر همچنان آمده است. میخندد که این مختصر مانه، مختصر چی کتاب است؟ از مختصر ماندن در من 100 تایتون میگذارم، مختصر نیوگه. مختصر نویساندن کاری آسان است؟ مختصر از آیت قرآن احادیث های رسول اکرم عهد کرده برای ما رسانیدن جای گناه است؟ السلام علیکم. داملای شیرین سخن حاجی مرزا. سوال: اگر شخص زنی به طلاق را با زنی گیرد و فرزند دار شود و تا آخر عمرش با همان زنی به طلاق زندگی کند و با فرزندای این خیشی کردن ممکن است یا نه؟ یعنی کلین گرفتن یا داماد گرفتن. التماس جوابش را پره بر ما گویید. یک مرد زنش را طلاق میدهد، بازگشته همین زنی طلاق کردگی را زنی کردن میگیرد. از این فرزندا به دنیا میاد، دختر میاد، بچه میآید. این برادر سوال کرده است دختری و یک کلین گرفتن، بچه او را داماد گرفتن درست است یا نه؟ راستی بار خیلی جای بیناموسی است، جای از خدا ناترسیدن است که انسان زن طلاق شده را بازگشته زنی کردن میگیرد. مقصد وقتی که تو طلاق کردی مراجعت کن در مرکز اسلامی. اگر راه ها داشته باشد برای تو فهمانده میدهند که راه دارد زندگی کن، مثلا با نکاحی نه و یا باز تو نکاح میکنی و زندگی تا دوام دادن میگیری. لیکن اگر گویند راه ندارد، تو دیگر حقوق نداره که این زن اگر صاحب فرزندم که باشد تو زنی کنی. حقوق نداره دیگر. و این فرزندهایی که به دنیا می آیند، اگر انسانی که زن طلاق شده را باز زنی میکند به یگان توصیه و به یگان فتوا و به یگان دلیل با او باز زندگی را دویم باره دوام دادن میگیرد، فرزندهای او همش ولد زنا هستند. مقصد زندگی حرام است. خانداری او مثلی که با زن بیگانه خانداری میکند. و این خاطر فرزندهای او فرزندی هست که از راه زنا به دنیا آمدند. لیکن اونها را کلین گرفتن و داماد گرفتن گناه نیست برادر عزیز. اونها را کلین گیرین،
اونها را داماد گیریم. فقط در شریعت اگر ملا باشند، مثلا ملا شد، علم داشت، در برابر دیگر عالم ها پیشتر آمدن او جایز نمی شود، زیرا فقط یک عیب دارد که وی ولد زنا است، پیشتر آمدنش مکروه است. اگر نباشد عالم ها، این زمان در وی پیشتر آمدن نماز مردم خوانده می دهد. در بودن عالم ها وی حق ندارد که پیشتر آید، زیرا که الله که وی در نزد مردم بدنام شده است و در دل مردم نسبت او یک شک و یک گویم نفرت و یک بدبینی وجود دارد. السلام علیکم دامنای شیرین سخن، التماس با سوال من جواب گردانید. سلام با دست بهتر است یا با زبان؟ و در آخر در حقم دعا کنید خدا شما را هدایت و توفیق نصیب گرداند. سلام با دستم بهتر است، با زبانم بهتر است. میبینیم اگر موضع با دست سلام کردن باشد با دست سلام میکنیم، موضع هایی که با دست امکانیت ندارد سلام کردن با زبان سلامش میدیم. فقط وابسته به امکانیت و شرایط است. مثلا وقتی میبینیم که انسان ها در اطراف خوراک نشستند و همه اونها دستی در طعام دارند، دیگر اینجا علاجی با دست سلام کردن نیست، اگرچند که امروز مردم ما این مدنیت هم ندارند. دست در طعام است، به بالای سر مردم همین تا برآمده سلام کرده، بعد میشیند، بعد چی میگوید؟ که دل قرار نمیگیره. دلی تو قرار نمیگیره، لیکن تمام کتاب ها فتوا میدهند که در حالتی که انسان طعام میخورد شما دستی به دست سلام نکنید. نه اونقدر وقتی از یک ساعت بعد طعام خوری که تمام شد میخیزی با به دست سلام کردن میگیری. فقط آدم ها را ناراحت کردن لازم نیست. میبینیم جایهایی که با دست امکانیت ندارد نمیکنیم، با زبان سلامش میدیم. برای هر دوش بهتر است، هر دوش سلام است، هم زبانن هم دستن سلام است. لیکن ابو موسی اشعری میگوید از حبیب خدا پرسیدن کدام اسلام، کدام عمل در اسلام بهتر است؟ حبیب خدا گفت دادن طعام و دوم گفتن سلام با شخصی که میشناسی و نمیشناسی. اینجا در ذکر دست هم نیامده است. مثلا زبانان هم که سلام دهین، کسی را شناسین نشناسین، انشاءالله شما پاداش خوب در پیش خدا میکنید. دیگه اگر با دست سلام کنین، این در باز چی میشود؟ این در باز البته به البته، یعنی مهر زیاد میشود اگر امکانیتی با دست سلام کردن باشد. یک مکتوب از بسیار صاحبش زاره و تولا کردن که خوانین خیلی بسیار می نویسین. من گفتم که امینا در همین یک جمله یا دو جمله تمام کنین. بعد بسیار خواهش میکنم که خطهاتون خوش خط نویسین. بسیاری خطای شما را من خواندن نمیتونم. خوش خط نویسین. السلام علیکم برادر محترم حاجی مرزا، من یک خواهر مسلمان شما می باشم و پیش از همه از شما منتداری. بعد شنیدن برنامه های شما من نماز راستا می خوانم، سحر می کنم، روزه سنت پیغمبر را می گیرم، هر روز دوشنبه و پنجشنبه. تشکر زیاد به شما. من زن و مادر می باشم. با امید من در این مکتوب کردن در آن است که بعد از دنیا گذشتن 2 طفل و بعد گذشتن چندین سال یعنی 6 سال باز من امیدوار هستم. بسیار میخواستم که دعای شما و دعای پدران و مادران و برادران و خواهرانی که با شما نمازگزاری میکنند دعای شمایان را بگیرم تا اینکه پروردگار مهربان کند و این طفل را به ما با عمر درازش و با تن سلامتش، با عقل صالحش، با خدا ترسی و با ساترکنیش اگر دختر باشد، چون که بسیار میخواستم که پروردگار به ما یک دختر نصیب کند، چون که من زن هستم، یک بیمار و بستری میشوم، 2 پسر دارم و اینها را روا نیست. یک پسر کلانی هم خیلی یک فرزند بسیار دشوار تربیه می باشد. هرچند تربیه میکنم و میفهمانم نمیفهمد. دعا میکردید که این فرزند را هم خدا به راه راست هدایت کند. دعا میکردید که هر مراد و مقصدی نیکی که شوهرم دارد با مراد و مقصدش برسد. من باوری دارم و امید دارم که پروردگار با دعای شما و خاندان ما یک برکات و یک فیض و مکافات انشاءالله خدا خواهد داد. 2 سوال دارم، یعنی خداوند
این خواهر عزیزم فرزندکاش خداوند اخلاق حمیده نصیب گرداند و باز امیدی فرزند دارد. خدا فرزندا را با تنی سالم و با عقل رسا نصیب گرداند. و در حق شوهر هم دعا کنید. گفتند خیلی زنی خوبه بوده است، خیلی زنی مسلمانه بوده است که در حق شوهر دعا طلب میکند. یعنی زنی هست که البته حرمت شوهر میداند، حقوقهای شوهر میداند و شوهرش مهربان است. خدای مهربان آن مرادهایی که این خواهر دارد و شوهرش دارد برآورده گرداند. در یک معرکه ماتمی اشتراک داشتم سوالش و شاهد آن گشتم که وقتی که زنها داخل خانه می شدند روی مرده را 3 بار با دستانشان مالیده و پیشانی اشان مالیده می بوسیدند. این درست است؟ نه، تماما درست نیست. مثلا امروز یک مصیبت دیگر هم داریم ما و شما که همین یک مرده در کجایی که نشود آبادی و زنهای ما و شما هست. شوهر درک دارد ندارد نامعلوم است که او چگونه آدم بود، با شوهر این چگونه رابطه داشت. همین شنید تمام دیگر تا نصف روز در خانه همون مرده‌دار می نشینند، دیگر از اطراف اون نمیخیزند. این شما یک بار مشاهده کنین روی نالی ببینین. ما که چندین معرکه های مصیبتی که زنها جمع میشوند ما میرویم کن نزد اونها گپ میزنیم، سخنرانی میکنیم. وقتی میروی هر کدام او به خودش صحبت دارد، پروای مرده ندارد، فقط نگاه میکند که کی میآید، چی میگوید، چی میشود. این اینقدر کار است. حالا که رفتن اون نه فرض است نه واجب. ما خودمان میریم دعا میکنیم، جنازه‌ش میخوانیم، بس است، کفایت میکنه. ببینید مقصد اسلام بزرگیش ببینید که رفتن اینها را که ناجایز میداند به خاطر این است که وقتی که اینا وارد خانه میشوند همان روی مرده را میکشایند، 3 بار زیارت میکنند، در دیده هاشون میمالند و بعد نشسته مثال گریه دارد، گپ دارد، دوام دادن میکنند. این چی معنی دارد؟ حالا که ببینین مرده شوی ها را دستاشون در دست کشک دارن وقتی مرده را میشویند، زیرا از روی تیب هم همین است. او مرده است و تمام دیگر او بدن او را دیگر مالیدن و قپیدن و مثال دیگر این اجازت نیست خودش. دویم بعد در آنجا من ناگهان عدسه دادم. بعد از آنها گفتن که این عدسه کثرتی دارد، یعنی که عمر مرده را دراز میکند. عمر مرده را دراز میکند، مرده ها پی در پی میشوند. کمپیر فرمان داد که به پس سر این زن 3 شپلاق زنید و درد کرته‌اش را کنید، گویا که این پیشگیری مرده را میکند. من هرچند گفتم که خاله این نادرست است، شما گناهگار میشوید، نمیفهمیدند. گفتگیشون را کردند. این را هم میفهماندید که این شرک است یا خرافات. با احترام یک خواهر اسلامی شما، ولی خرافات است. ما در اطراف خرافات ها خیلی است. همون در معرکه های نکاح چی کارها بودن، با توفلی رفته در بالای کرپچه نشستن و یک سوزن دیگر در دست یک زن و در پشت شما سوزن زدن و دیگر عملهایی که مثال در همون شبها انجام میدادند. اینا هم از جمله خرافات اند. دادر عزیز، اکنون دیگر عصر نیست که ما و شما هم تا نافهم باقی مانیم. اکنون عصر آمده است که عصر ترقیات است، عقل بیداری است، عقل فهم است. تا حال اگر ما این چنین مثال به خرافات ها رفتن بگیریم، این در اسلام ما و شما زیان و زلال کلان دارد. السلام علیکم بابای حاجی مرزا. ما شکرانه پروردگار میکنیم که در سرزمین ما پند و نصیحتگر الله را آفریده است و شما را و ما همه خلق دوست می‌داریم. التماس میکنم بابای حاجی مرزا سوال من را جواب گردانید. میگویند که دختر از پدر و مادر حرامی تولد شده است، آن را به زن بگیری 7 پشتت حرام میشود. بابای حاجی مرزا التماس میکنم جوابش را دهید. الحال من گفتم که دختری که اگر یا بچه‌ای که از راه حرام به دنیا می آید
چه از زن طلاق شده، چه از راه زنا به دنیا می آید، آن بچه و آن دختر هیچ عیب ندارند. دادر عزیز، هیچ عیبی ندارند. اونها را کلین کنین، اون بچه ها را داماد کنین اگر اخلاق حمیده داشته باشند، اگر خلق و فعل خوب داشته باشند و پسند ما و شما باشند و آینده ما و شما را از رفتارش میبینیم که حرمت میکنن، کلینش میکنیم. اگر بچه خوب باشد، خدا ترک باشد، از راههای نادرست در راههای نادرست نباشد، مرحمت و ما داماد اختیار میکنیم. با که ندارد وای هفت پشتی آدم حرام میکنند، اینا هیچ اصلی ندارند. همچنان او روز یک کسی دیگه هم زنگ زدن که من یک دختر پامیری را دوست میدارم، لیکن دختری هست که 5 وقت نماز چه میخواند. میگویند که این پامیری را نگیر که 7 پشتت حرام میشه. درست است یا نه؟ این در اسلام پامیری و کولابی و حصاری و روس و اینها هیچ اعتبار ندارند. دادر عزیز، ببین خدا در قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم میگوید از همه با تقواترین شما، از همه با عزیز و با احترام شما نزد من خدا گفت آن کسی هست که تقوا دارد، نابسته از ملت او، نابسته از محل او، نابسته از نسب او. با این خاطر هر کسی که نباشد خدا را میشناسد، خدا را اطاعت میکند، در کدام ملت و در کدام نسبی که نباشد برای شما گرفتن او یگان زیان و ضلالی ندارد. السلام علیکم پیشوای دینی اکای حاجی مرزا. اولا خداوند زبان شما را از این هم شیرین تر گرداند. ما یک گروه جوان ها سوالی داریم. اینجا شکایت از معلمه و یک معلمی آمده است. من نامهای اونها را نمی خوانم، زیرا که اینجا این برادر میگوید که معلمه ما را از عقل دشنام میدهد و معلم ما از پدر و از مادر دشنام میدهد. این گونه معلم ها را ما احترام کنیم نکنیم. دادرای عزیز، راستی بار من چندین بار عقیده خود من نسبت اینها گفته بودم و باز میگویم که اینا شاید اساس ندارند. من هیچ باورم نمی آید که معلم طلبه را از پدر و از مادر دشنام دهد، یا هیچ باورم نمی آید که همون معلمه در عقل شما دشنام دهد. هیچ وقت من باوریم نمی آید. باور کنید، از صدق میگویم که باوریم نمی آید، زیرا که وی نامش معلم است و نام او معلمه است. حتی نام پیغمبر خدا را هم گوییم که حبیب خدا را معلم بشریت میگویند. مقصد تعلیم دهنده هستند اونها برعکس ماها را از دشنام دادن، از غیبت کردن، از سخنهای قبیح گفتن، کاری اونها همین است که باید ما را پیشگیری کنند. هیچ باورم نمیاد که شما را دشنام دهند، لیکن اگر دشنام هم که دهند شما می توانید که در جواب او مثال دشنام ندهید، بلکه می توانید که با همون مدیرهای کلان اونها شکایت کنید، همون بالاتری او شکایت کنید که معلم من مرا از مادرم یا از پدرم یا از فلان مثال دشنام میدهد، مرحمت شکایت کنید، ان شاء الله نسبت اونا چاره میبینید. از همه راه خوبش همین است. دادرای عزیز، هیچ وقت من شما را تاکید میکنم، به خدا قسم گناهگار میشوید. سباب المسلم فسوق، پیغمبر میگه کسی یک آدمی مسلمان و مؤمن دشنام میدهد و حکم فاسق دارد. با این خاطر هیچ وقت شما دشنام ندهید، بگذار وای دشنام دهد. شما دشنام، فقط شما شکایت کنید. حضرت سعدی هم گفتن ادب از کی آموخته؟ گو از بی ادب. هرچی اونها بد کردن در چشم من بد آمد و من ترک ساختم. مثلا ببین دشنام دادن همون اگر برای تو نفرت آورد، تو را ناراحت کرد، بسیار کاری ناخوب بده، تو هیچ وقت برای خود این عمل اختیار نکن. السلام علیکم داملا حاجی مرزا. ما یکی از نمازگزارها از ناحیه سوید آمدیم و یک ملای داریم. نسبت اینجا در بعض تنقیدها هم نسبت وی کرده است. برادرای عزیز و گرامی، من گفتم که
یکدیگرتان تحقیر نکنین، یکدیگرتان کفت و کاو نکنین. حتی خدا ولا تجسسوا در قرآن میگوید تاریخ حیات یکدیگرتان ورق نزنین. اینجا چند چیزی که گفته است باور کن در اکثر نمازخوان‌ها هست. یک زمان نمازخوان عرق نوش بود، یک زمان عرق مثال زناکار بود، یک زمان خیانت میکرد، دزدی میکرد. خیلی امروز قطع کرده است، بس کرده است، یگان گناهی نیست برادر عزیز. شرط نیست که وای یکون یک بار عرق خورد یا دو بار عرق نوشید یا یک زنا کرد یا یک کاری گناه کرد، وقتی که وای باز آمده و قطعی شما نمازخوان، شما یک عمر دیگر همون تاریخ کنه و ورق زدن گیرین، این در با شما گناهگار میشوید. بیاید شما تاریخ حضرت عمر اینقدر من در اطراف 8 جمعه گپ زدم. اول حیاتش چگونه بود؟ خدا رحمتشان کند. اول همونها هم در همون مجلس های عرق نوش ها می نشستن، اونها هم کار کشیدن پیغمبر خدا را قتل میکنیم که خدا هدایت کرد تمام دیگر و ما خفته میگردیم. برای این هر چی بود نبود اونها را شما گذر کنین. امروز خدا را شکر که وای مثال از همین راهی بد گشت است و شما همیشه دعا میکنین که خداوند همه بندگانش از راهی بد گرداند. از راه بد گردانیده است، پیشوا شده است، ملاتان شده است، با که ندارد احترامش کنیم، به قدرش رسیم. لیکن اینجا گفته است تجوید نمیداند، مثلا قرآن میخواند و به تجوید. اینش خیلی نادرست است. مثلا آن کسی که پیشوا میشود باید قرآن با تجوید خواند، با ترتیبش خواند. بعدا حق دارد که مقصد مردم نمازش خوانده دهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله در حق برادرایی که در این مسجد دستیاری دراز میکنند، برای آبادی این مسجد کمک میکنند، در حق اونها دعا میکنیم. نماز به خاطری که باز بیرون در برادران نماز خونده ایستادند و یک جنازه هم حاضر هست، بر وقت نماز سر میکنیم. از جنازه پسری استا بابا اینجا یک مبلغ آوردن، در حقش دعا کنید. گفتن این الحال جنازه‌ای که میخوانیم اینا هم صنف‌های ما بودن، خدا رحمتشون کند، جوان از دنیا گذشتن. دوم مرحوم رستم جان معاش آخری نش. رستم جانی که در اینجا ما و شما هم جنازه‌اش خواندیم که سینی مبارکشم به 20 رسیده بود، معاش آخرانش گرفتن و بعد به همین مسجد ارسال کردن که در حقش دعا کنیم خدا رحمت و مغفرتش کند. یک گروه برادران از دوشنبه برای قرضهای مسجد کمک کردند. نوکی ما قریب 5 روز در دوشنبه بودیم. همون قرضهایی که در ذمه ما هست، خدا را شکر که یک قسم برادرها، اگر چند نامی اونها را بردن شرط نیست، قریب 50% قرضها را خدا را شکر که آنها کمک کردن، یاردم کردن، قرضها را کندیم، گفتن در حق اون همه کسا دعا کنیم. گفتن خداوند عمرهاشون دراز کند، خدا باز دولت و سهولتشون زیاده گرداند و همه آرزوهای نیکی دنیوی اخروی خدا موفقشون گرداند. آمین یا رب العالمین.